سلام دوستان. اگه از روش‌های تکراری پخت مرغ خسته شدین و دلتون یه طعم جدید میخواد، تا آخر این ویدیو با من باشین تا این مرغ کره‌ای خوشمزه رو با هم درست کنیم. برای این غذا من از 2 عدد ران کامل و 2 تکه کوچک سینه مرغ استفاده کردم. مقداری نمک و مقداری فلفل سیاه به مرغ‌ها میزنم و اونا رو ماساژ میدم و اجازه میدم 1 ربع استراحت کنه. بعد از این زمان مقداری روغن سرخ کردنی توی تابه میریزم و مرغ‌ها رو سرخ میکنم. دو طرف مرغ‌ها باید به خوبی سرخ و برشته بشن. یک عدد پیاز متوسط و 3 حب سیر دارم که اونا رو هم به صورت نگینی خورد میکنم. مرغ‌های سرخ شده رو از تابه خارج میکنم. مقداری کره توی تابه میریزم و اجازه میدم کره آب بشه. پیازهای نگینی رو به تابه اضافه میکنم و اجازه میدم تا نرم و شیشه‌ای بشن و سرخ بشن. بعد از سرخ شدن پیازها 3 حب سیر نگینی داشتم که اونو هم به پیازها اضافه میکنم. سیرها زیاد نیاز نیست که تفت بخورن. بعد از این زمان مقدار 1.5 لیوان آب داشتم که به تابه اضافه میکنم و اجازه میدم که به جوش بیاد. 2 قاشق غذاخوری خردل ملایم رو به این غذا اضافه میکنم. 1 عصاره مرغ رو پودری میکنم و داخل این غذا میریزم. 2 قاشق غذاخوری خامه به دمای محیط رسیده رو هم به تابه اضافه میکنم. بعد تکه های مرغ سرخ شده رو توی تابه قرار میدم. در تمام طول مدت پخت باید از این سسی که داخل تابه هست روی تکه های مرغ بریزید تا طعمش به خورد گوشت مرغ بره. درب تابه رو بذارید و 1 ساعت اجازه بدید که مرغ ملایم بپزه. بعد از این زمان مقدار 2 قاشق غذاخوری طرخون خشک داشتم که اونو به این مرغ اضافه کردم. دوستان شما میتونید از طرخون تازه هم استفاده کنید توی این غذا که عطر 2 برابری به این غذا میده. درب تابه رو میذارم و اجازه میدم 1 ربع باز بپزه. بعد از این زمان غذای ما آماده است دوستان. نوش جان.